ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед лайв хуш омадед дӯстони азиз. чӣ гуне ки баҳри шумо ваъда дода будем ки ин шабакада ҳар як қорие ки шумо мехоҳед мо бо онҳо суҳбат мекунем, нашидхонӣ ва иншааллоҳ ки оятҳои аз Қуръон мехонад ва чандин суолҳои баҷои дига ҳам дорем метинем иншааллоҳ. ҳамин сабаб шумо метавонед ба ҳазар тамошо кунед. ҳозир қориҷон худро муаррифӣ мекунад, баъдан суолҳоро шурӯъ мекунем. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. қориҷон хуш омадед ба ин барномаи мо. хуб қориҷон, аввал як худро муаррифӣ мегардед баҳри тамошобинон. алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. ман неъмату муҳаммад ҳастам, аз ноҳияи нуробод. иншоаллоҳ ки дар ин маҳфили шумо иштирок кардистам иншоаллоҳ. саломат бошед қориҷон. якчанд суолҳое дорам, агар ки тайёр бошед суолҳоро битиентон иншоаллоҳ. хуб баҳри тамошобинони мо аввал як ғазал мехондем, иншоаллоҳ саволҳоро давом медодем. ғазал иншоаллоҳ. як ғазал. درودی به عدد هادی دین را، رسولی رحمتا للعالمین را. درودی به عدد هادی دین را، رسولی رحمتا للعالمین را. امام و مقتدای مرسلین را، حبیب و رهبری اهل یقین را. امام و مقتدای مرسلین را، حبیب و رهبری اهل یقین را. خداوند یگانه کرده او را، سبب بحر وجود کل اشیا. خداوند یگانه کرده او را، سبب بر وجود کل اشیا. بدیل دارم خیالت یا محمد، بجان شوقی جمالت یا محمد. بدیل دارم خیالت یا محمد، بجان شوقی جمالت یا محمد. شهی تخت رسالت یا محمد، خوشا خوی و خصالت یا محمد. شهی تخت رسالت یا محمد، خوشا خوی و خصالت یا محمد. اللهم صل و سلم و بارک علیه. سلامت باشی قاریجان. باور کنین همین حوزتون فارم است. به نهایت میگم گوش کرده باشینم همینجا. سلامت باشی. قاریجان، همین قرآن خواندن را از کی شروع کرده هستین؟ از چند سالگی؟ وقتی که کودک بودیم مثلا یاد ندارم ده، وقتی که هم خیلی مقصد از وقتی که من میشناسم الحمدلله که هم قرآن خوانم ده، حرف شناس قرآن خوان، یعنی که ممکن از همون کودکیمون یعنی پدر مادر الحمدلله تعلیم دادن. در پیش کی خوندگین قاریجان؟ پدر مادر در مقصد قرآن خوان شدیم. بعد پیش یگان مصفیدوی همون محله میرفتیم. بعد وای الحمدلله که خداوند نصیب کرد و جامعه اسلامی یعنی تاجیکستان یعنی که مدرسه را الحمدلله ختم کردیم، دانشکده اسلامی یعنی بخیر در قفای زندگی یعنی قفای زندگی زنده باشین قاریجان. الحال با چی کار او مشغول هستین؟ حوزی با مهاجرت دیده همین روسیه. بله روسیه. از همین یگان شکایت دارین؟ نه با کرده خدا چی شکایت میکنه؟ الحمدلله با همش راضیم ان شاء الله. خدا هر چی کنه. برای چی سوال دادم قاریجان؟ بعضی هستن شخصیت هایی که در مهاجرتی کار میکنن، از مهاجرتی خود مینالن
که مثال ما مهاجر هستیم، شما در اونجا راحت کرده ایستادین یا اینکه دیگراش راحت کرده ایستاده است. ببینید که برادران عزیز قاریان هم مهاجر هستند. خداوند اول دوستای خود میسنجه. اول پیغمبرا بسیار مشقت عذابی که بیا اول به سر پیغمبران می اومد، بعد عالما، بعد قاریا، بعد مردم عمده. همین سبب برادران ننالین، این تقدیری ما و شما است. ما هم به مثل شما مهاجر شده هستیم چند سال. خب قاری جان یک قرائت میکردیم باز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظیم. سلامت باشه قاری جان، میندار هستیم که سخن ما رو رد نکردین. من سوالهای خیلی زیاد داشتم بحر قاری جان، اما نه در آزمون بودن، فکر میکنم که خیلی مونده شده هستن. انشاءالله خیلی با یکم روز دیگر دعوت میکنیم با استودیو خودمون، انشاءالله بمیبید در اونجا نشسته با صحبت رو دوام میتیم و سوالهای زیادی داریم. الحال کمی مونده شده هستن، خیلی انشاءالله که به انجام میرسونیم. قاری جان بحر مهاجرای دور وطن چه گفتنی هستین؟ بسیاری میگن که در حق ما دعاگو باشن همیشه قاریان. انشاءالله که همیشه ما دعاگو هستیم و انشاءالله باز خیلی در نوار دعا داریم که بگذار برادران بشنوند. در حقشون دعاگو هستیم که خداوند هدایت کنن وای برادرها هم، خداوند موفقشون کند، خداوند در نیت های خیرشون البته خداوند موفقشون کند و خداوند هر مراد و مقصدی که دارن الله برآورده خیر بگرداند. و گفتنیم که و یارم یعنی که در مهاجرتی هستم که انشالله و یارم صاحب دعا هستن، یعنی البته دعای مهاجر انشالله قبول است و یارم در حق ما دعا کنیم که الله هدایت کنه ما را البته انشالله. سلامت باشین برادرای عزیز. چگونه که از قاریان و از دامولا و از عالمان دعا طلب میکنیم، ما هم نیز از تمام مردم مهاجر دعا طلب میکنیم که در حق ما هم دعاگو باشین. دعای مهاجر قبول است انشاءالله. ما همین هر کاری کنیم انشاءالله که به خاطر شما است، برای تاب شما رو بولیده کردن است انشاءالله. خب اگر کدام قاری دیگر رو هم که مثال بخواهیم که ما بیاریم با خود مثال صحبت آزاد بگذرونیم، بنویسین در زیر همین ویدیو کامنتاری هست، در کامنتار بنویسین انشاءالله که دعوتشون میکنیم بر جای خودمون میبیام با حاضر انشاءالله صحبت میکنیم. خب وقتی قاری جنو رو نمیگیریم چون که مونده شده هستن و از آزمون برآمده هستن، باز انشاءالله در علاقه هستیم با اینها، با یکم طریقش دعوت میکنیم، میشنیم از نزدیک صحبت میکنیم. خدا یار و مددگارتون باشد تا نوارهای آینده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.